دوستان عزیز، سلام و درود. در این ویدیو در مورد مؤلفه چهارم مفاهمه بدون خشونت صحبت میکنیم. مؤلفه چهارم مفاهمه بدون خشونت خواهش است. بعد از بیان مشاهده، احساس و نیاز، معمولا گوینده یک خواهش مطرح میکنه، یک خواسته، یک تقاضا را تا اون نیاز برآورده شود. مراد از خواهش در مفاهمه بدون خشونت بیان امو خواست است که گوینده مطرح میکنه تا نیازهایش را برآورده کنه و یا شنیدن خواهش طرف مقابل است. وقتی کسی نیازی داره، برای اون نیاز چه عملی روی دست گرفته شود تا اون نیاز برآورده شود. اگر ما خواهش بیان نکنیم، در واقع مفاهمه بدون خشونت یا مفاهمه ناتکمیل میمانه یا ما به امو مراد و مقصد که داریم نمیرسیم. خب، خواهش صرفاً بیان خاص نیست آنگونه که در زبان عادی مطرحه، بلکه یک صورتبندی خاص میخواهد تا احتمال برآورده شدن خود بیشتر کنه. خب چگونه ما خواهش خود صورتبندی کنیم؟ برای اینکه خواهش ما برآورده شود، خیلی خوب است که خواهش ما به شکل ایجابی بیان شود یا به شکل مثبت بیان شود. معنای حرفی است که ما به جای اینکه یک نکن را بخواهیم، که یک کس را بگوییم که یک کار را نکنه یا از انجام یک کار اجتناب کنه یا دست از انجام یک کار برداره، بهتر است که ما بگوییم که او شخص چیز را انجام بده. این احتمال برآورده شدن خواهش بیشتر میسازه، به دلیلی که ذهن ما یک قسم حساسیت داره با خواهش سلبی، با خواهش منفی، مقاومت ایجاد میکنه در ذهن شنونده. بنابراین اگر امکان داشته باشه، که در موارد خیلی زیادی ممکن است، ما به جای بیان یک خواست منفی سعی کنیم که همان خواست را به شکل مثبتش صورت بندی کنیم. به طور مثال، اگر ما از کسی میخواهیم که دروازه را باز نمانه، خیلی بهتر است که بگوییم دروازه را بسته کو، به جای اینکه بگوییم دروازه را باز نمان. خب، شرط دوم خواهش است که خواهش ما عملی باشه که شدنی است، بالاخره ممکن است. یعنی خواهش برای اینکه برآورده شود باید متفاوت باشه از آرزو. به جای اینکه مثلا ما بگوییم که کاش میشد تو یک کم احترام یاد میگرفتی که اتهام آمیز است، کاش میشد با آدم احترام قائل شود کسی در این خانه. این نوع آرزوها که شنونده نمیفهمه که دقیقاً ما چی میخواییم، خیلی خوب است که ما دقیقاً عملی را که شدنی است، ممکن هست و شنونده ما از عهده او برآمده میتونه، او را به زبان روشن مطرح کنیم و از او بخواهیم که برآوردهش کنه. و شرط دوم این است که شخصی که ما از او خواهش میکنیم خیلی خوب است که روشن باشه، واضح باشه از چی کسی ما یک خواهش را مطرح میکنیم. خیلی وقتا هست که مثل همون مثال قبلی که گفتم که یک کسی میگه چقدر خوب است که آدم در خانه احترام شود، که در واقع یک یا دو یا سه شخص مشخص را در نظر داره و عمل مشخص را در واقع در نظر داره. اونمو اشخاص را نام بگیره و این یک اندازه شجاعت و صراحت میخواه، عزت نفس میخواه، که آدم بتونه به نیازهای خودش و به شخصیت و انسانیت خودش احترام کنه و بتونه نیازهایش مطرح کنه و بعداً اشخاص مشخص را که از اونا این خواهش مطرح میشه نام ببره و مستقیما از او بخواه مثلا که این خواهش بجا کنه. خیلی خوب است که خواهش در حال باشه، در زمان حال، چون یک خواهش مبهم که وقتش مشخص نیست، احتمال برآورده شدنش هم کم است. بنابراین ما خوب است که این خواهش از نظر زمانی و از نظر محدوده روشن و آشکار تعریف کنیم. مثلا ما یک کار را تا چه حد میخواییم، تا کی میخواییم، از این لحاظ، به لحاظ زمانی، به لحاظ
محدوده ها و گستره یک عمل خیلی خوب است که ما خواهش دقیق صورت بندی کنیم و این کار کمک میکنه تا او خواهش برآورده شود، به دلیل که هیچ کس دوست نداره که مثلا برده و غلام کسی دیگه ای باشه یا امر و دستوری کسی را بخواهد بپذیره که هرچی خواست به شکل نامحدود. وقتی که عمل مشخص و محدود شد، طرف مقابل میتونه تصمیم بگیره که آیا میتونه او عمل را انجام بده، میخواد او عمل را انجام بده یا نمیخواد. از این لحاظ خیلی خوب است که ما خواهش محدود و مشخص و دقیق و آشکار و زبان ساده تعریف کنیم، مشخص کنیم و شخص را که میخواهیم خواهش برآورده بسازه را هم نام ببریم و تعریف کنیم. خواهش، وقتی ما میگیم خواهش در زبان مفاهمه بدون خشونت، میخواد روی از این نکته تاکید کنه که خواهش از دستور تفاوت داره، از امر کردن تفاوت داره. در دستور دادن یا امر کردن ما یک کسی را میخواهیم که یک کار را برای ما انجام بده که اگر انجام نداد ما او را جزا میدیم، یا به شکل این جزا چی به شکل عملی باشه چی به شکل عاطفی باشه، مثل این که با او قهر میکنیم. خواهش ما نیتش ایست که ما میخواهیم یک کسی یک عمل را به شکل داوطلبانه، به شکل دهش قلبی انجام بده تا کمک کنه که نیازهای ما برآورده شود. انسان ها دوست داره همدیگر را کمک کنه و به خصوص اگر رابطه خوب در بینشان وجود داشته باشه، صداقت وجود داشته باشه و نیازهای متقابل درک شود، انسان ها دوست دارن که نیاز همدیگر را برآورده بسازه. با اون لحاظ سعی بر این است که این خواهش طوری مطرح شود که از دستور متفاوت باشه، یعنی طوری مطرح شود که شنونده او را دستور نفهمه، با تهدید و اتهام و ارعاب و این چیزها مطرح نشه تا به اصطلاح بدون خشونت باقی بمانه. اگر نه خب با زور تفنگ یا سوته یا اینها هر کس آدم میتونه که وادار کنه اگر قدرت داشته باشه که عمل را انجام بده. در اون صورت زندگی زیبا نیست و خشین است و ناخوشایند است. ما میخواهیم زندگی صلح‌آمیز و مسالمت آمیز توأم با احترام متقابل و درک متقابل داشته باشیم. و اون لحاظ از همدیگر چنان خواهش میکنیم که در واقع او را مطلع میسازیم از نیازهای خود و اینکه اون میتونه در برآوردن این نیازها ما را کمک کنه. خب نیت ما در خواهش کردن این است که خیلی وقتا ممکن است ما با یک زبان دیپلماتیکی خیلی لشم را به کار ببریم، اما نیت پشت او به اصطلاح ظالمانه باشه. ما یک کسی را میخواهیم که یک کار را انجام بده خیلی با زبان نرم، اما در پشتش یک تهدید وجود داره که اگر انجام ندادی ما از این انتقام میگیریم، یک عمل بالمثل برابرت انجام میدیم. این نیت خیلی خوب است روشن باشه. نیت ما در مفاهمه بدون خشونت وقتی که ما نیازهای خود خوب درک کرده باشیم، معمولا این تسهیل این دهش قلبی و درک متقابل و احترام متقابل است، نه واداشتن کسی به اینکه یک کسی را یک عملی را برق میخواست خودش برای ما انجام بده. این نیت نیست. اگر این نیت باشه به اون صورت ما باید با خود ما کار کنیم، اون نیازهای خود عمیقاً درک کنیم و بعدا اون خواهش مطرح کنیم و اگر اون چی باشه، اگر اون نیت‌های به اصطلاح تهدید آمیز در پشت خواهش نهفته باشه، برغم یک زبان دیپلماتیک، در اون صورت ممکنه منجر به مشکلات در ارتباط و در روابط ما شود. خب خلاصه حرف این که مؤلفه چهارم مفاهمه بدون خشونت خواهش است. خواهش در واقع خواست است که ما او را به شکل مشخص، روشن و دقیق و محدود به لحاظ زمانی و محدوده از یک شخص مشخص می‌خواهیم تا کمک کنه که نیازهای ما برآورده شود. خواهش از دستور متفاوت است، چون اگر خواهش هم برآورده نشه ما کسی را جزا نمیتیم. این جزا چه به شکل عملیش باشه چه به شکل و اشکالی دیگر، به شکل غیر مستقیم یا به شکل عاطفی، این که ما از کسی ناراحت نمیشیم اگر خواهش ما برآورده نشه، بلکه سعی میکنیم که به اصطلاح او را درک کنیم که چون حالا مثلا نمیتونه از عهده این خواسته برآورده بسازه، ما سعی میکنیم که او را درک کنیم و اگر ممکن باشه راههای بدیل را معرفی کنیم. چه راههای بدیلی وجود داره به اینکه او هم نیازهای خودش برآورده بسازه، هم کمک کنه به اینکه نیازهای ما برآورده شود. خب یک مثال اگر بگوییم، مثلا
یک مثال در مورد خواهش ایجابی من گفتم که به جای که بگوییم دروازه را باز نمان، خیلی خوب است بگوییم دروازه را بسته کو. یک مثال در مورد مشخص بودن خواهش، مثلا یک کسی ناراحت است، احساس میکنه یا فکر میکنه که در خانواده به او احترام نمیشه. خیلی خوب است به جای اینکه بگویه که میشه که شما یکم به آدم احترام قائل شوین، این روشن نیست احترام قائل شدن یعنی چی، چه رقم آدم احترام قائل شود به کسی. خیلی خوب است که واضح و مشخص عمل را تعریف کنه که چی کار میخواد، منظور از احترام چیست. مثلا یک خانم شاید از شوهرش بخواد که در رستوران در نزد دیگران مثلا چوکی را برای ما آماده کنه یا پس بکش تا ما اونجا بشینم، این احترام تعریف کنه. یا کسی شاید احترام این را تعریف کنه که مثلا در وقت غذا خوردن ما صحبت نکنیم، احترام تعریف کنه، ما خاموش باشیم اگر مثبتشه بگوییم. اینمی عمل مشخص هر چی که ما می‌خوایم اونمون رو تعریف کنیم. صرفاً با نام بردن یک نیاز نمیشه که اون نیاز برآورده شود، بلکه خیلی خوب است او را ما به شکل عملی، عملی که می‌خوایم انجام شود او را تعریف کنیم. مراد از خواهش اینطور یک چیز است، نه بیان کردن خواست‌های مبهم و کلان و گنگ یا نام بردن نیازها. این سخت است که طرف مقابل رو دقیق درک کنه و بعداً بخواد برآورده بسازه. حتی به خاطر اینکه ما می‌خوایم که طرف مقابل مثلا سوء تفاهم ایجاد نشه، دقیقاً خواست ما رو درک کنم، لازم است که اون خواست رو دقیقاً تعریف کنیم به شکل عملی، که مثلا ما از یک کسی خواهش میکنیم که فردا مرا همراهی کنه. خیلی خوب است که وقتش مشخص کنیم که فردا از ساعت 9 تا 10 مثلا من بازار میرم، خرید میکنم، شما میشه که شما مرا همکاری کنین، چون من به یک همکار نیاز دارم که فرض کنید در این چیزها مرا کمک کنه. این بهتر است نسبت به اینکه ما به شکل گنگ از کسی بخوایم که فردا مرا همکاری کن، چون شنونده مثلا نمیتونه که او رو دقیق بفهمه که وقت خود به اصطلاح دقیق زمان بندی کنه که بعداً تصمیم بگیره که آیا میتونه ما را همکاری کنه یا نه. اینا مثال‌های ساده بود. در مثال‌های کلان در زندگی روزمره از این مسائل خیلی زیاد است و در دراز مدت نیاز به این داره که آدم این زبان معمول خود یک اندازه مورد نظارت قرار بده و بعداً آهسته آهسته دقیق ترش بسازه و این کمک میکنه به ساده شدن زندگی و بدون خشونت شدن زندگی. خیلی وقت هاست که ما آنچه را که خواهش داریم یک عمل نیست، بلکه این است که شاید ما از طرف مقابل بخوایم که احساس نیاز ما را درک کنه. در اون صورت خیلی خوب است که ما مثلا اینی خواست مطرح کنیم، مثلا از او بخوایم که باز هم یک چیز عملی، این که دوباره همو احساس و نیاز ما را دوباره تکرار کنه، مثلا آنچه که ما میگیم همو را دوباره خلاصه سازی کنه و ما بازگویی کنه. یا خیلی وقتا ما مثلا شاید از یک کسی میخوایم که در یک رابطه فکرش را بیان، نظرش را بگوید. خیلی خوب است که روشن بسازیم که مثلا شما در این محدوده، در این بخش چی نظر دارین. و بعضا شاید ما از یک کسی میخوایم که خودش را صادقانه بیان کنه، یعنی احساس و نیازش خود بیان کنه. در اون صورت هم خیلی خوب است که مثلا وقتی که ما خود بیان میکنیم، حرفای خود میگیم، بعداً خواهش میکنیم از اینکه شما در این مورد این حرفای من که شنیدین حالا چی احساس میکنین و چی نیازهایی در نزد شما حس میشه یا زنده شده همین لحظه، میشه که رو برای ما بیان کنین. و موارد دیگر، مثلا شاید ما در یک جمع بخوایم یک خواهش مطرح کنیم، خیلی خوب است که باز هم اونجا این خواهش روشن شود و بعداً محدودش تعریف شود و بعداً ما از یک جمع میخوایم که در این مورد مثلا نظر بده. در جلسه ها و بحث های گروهی خیلی مفید است و کمک میکنه که به اصطلاح انرژی و نیرو و وقتی اون گروه هدر نره، اون موضوعی که به اصطلاح روی بحث میشه و نظر لازم است اما کاملا ابعادش روشن شود، به جای اینکه حاشیه روی شود و روی مسائل اضافی بحث شود. این بود یک بیان فشرده از مؤلفه 4 مفاهمه بدون خشونت. تا ویدیوهای بعد، بدرود.